استفاده عاقلانه نیروی برق از هر نفر مسئولیت دوشان و مناسبت نیک و دوربینانه را طلب می‌کند، بخصوص در این ایام که تغییریابی اقلیم باعث کم‌آبی و پست شدن سطح آب در آبانبارها گردیده است. صرفه‌کارانه استفاده نمودن قوه برق امری مهم و ضروری دانسته می‌شود. با همین مقصد مسئولین پروکراتورای حربی گارنیزون سوخت در قسم‌های حربی حدود ولایت سوخت کارهای ترغیباتی را براه مانده، ماهیت استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق را شرح و توضیح می‌دهند. گفته شد که حکومت جمهوری تاجیکستان رسیدن به استقلال انرژتیکی را یکی از هدف‌های اساسی خود قرار داده. در ظرف 34 سال صاحب‌استقلالی کارهای زیاد در این سمت انجام داده شد. نوبسته از تدبیرهای اندیشیده شده با زیاد شدن نفوذ اهالی، کارخانه‌های صنعتی و دیگر منبع‌های استفاده برق، طلبات به نیروی برق سال از سال زیاد می شود. از این خاطر استفاده عاقلانه و صرفه‌کارانه نیروی برق مهم بوده. امکان می دهد که در فصل سرما ساحه‌های مهم اقتصاد ملی و اهالی با برق تامین شوند. مسئولین شبکه‌های برقی ضمن سخنرانی ابراز داشتند که استفاده تجهیزات کم مصرف، صرفه‌کارانه استفاده برق و احساس مسئولیت این سهمگذاری در رشد نظام انرژتیکی بوده. در این شب و روز ما مسئولیت دوچند داریم. با تاکید این مسئولین شهروندان باید درک نمایند که با سبب تغییریابی اقلیم، کمبارش آمدن این موسم امساله و کم گردیدن منبع‌های آب در سرچشمه‌ها، امروزها در آبانبارها حجم آب از معیار مقرری کم گردیده است. این باعث آن گردیده است که حجم استحصال نیروی برق هم کم گردد. با نظر داشت این وضع از شهروندان خواهش و طلب کرده می شود که نیروی برق را صرفه‌کارانه استفاده نمایند. استفاده تجهیزات کم مصرف برقی می تواند به غنی گردن بودجه هر عائله و هم به منفعت کاری سیستم انرژتیکی کشور مساعدت نماید. در ملاقات با مسئولین قسم‌های حربی همزمان طلبات قانونگذاری در ساحه انرژتیکی شرح و توضیح داده شد. طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن علاوه‌ها به کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای دخالت کردن به تجهیزات حسابی برقی با مقصد نسپردن مبلغ استفاده قوه برق یا به پیوست شدن به تجهیزات حسابی برقی استفاده بردن قوه برق جوابگری جنایتی مقرر شده است. اظهار باور کرده شد که مسئولین در قسم‌های حربی با درک بلند مسئولیت فعالیت خود را براه مانده نیروی برق را صرفه‌کارانه و عاقلانه استفاده می‌نمایند. برگزاری چنین ملاقات‌ها در دیگر قسم‌های حربی ادامه دارد.